این شرایط زندان میکردند. گاه در یک بشکه آهنین حجمش 1-2 تانگی تا 8-10 نفر را انداخته در آن را قلف میکردند. زندانیان بشکه از گرمی طاقت فرسا، نرسیدن هوا و بوی گاز نجاست نفسگیر شده میمردند. در شهر و ناحیه های رشت، لخش، سابق جرگتال، نورآباد و وحدت وسیع استفاده میبردند. چندین عدد از این بشکه های آهنین که همچون زندان نهضتیان استفاده میشدند، هنوز هم در آن منطقه ها همچون مجسمه ظلم و استبداد این گروه ظالم باقی ماندند. وقتی که گروه تروریستی حزب نهضت اسلام برابری ملا محرم ما را برده در بارای قشلاق کرتگینسکی یا بچکه 9 لیتر در درون همون محکم کرد، پوچه ها دا نروشک میزنه، در دستم نروشک میزنه، هم خیلی میپرفتن. ملا محرم این کماندر حزب نهضت اسلام خیلی بسیار زد، تنهای سوزاند، دستای سوزاند، پسرم رو با کنی автомат در طور سر زرداب گرفت. ما برده در قربالا بعد 2 بار اپراسیون چیدنم نجات داده نشد، همین خیلی نابود شد رفت. یک لحظه در خاطر من نقش بسته است که کودکی سن 12 ساله اویتلو مدت 3 روز در همین خیل بچکو با سرداری گروه مخالفین که قنات حزب نهضت اسلام بود ملا عبدالله با در همین خیل بچکه در آورده. خیران روز سیوم او را وحشیانه در همین خیل بچکه ها به قتل